جناب دکتر میپرسیم و قبل از همه چیز میخوایم جایگاه سنت رو از دیدگاه قرآن بدانیم. آیا در مورد سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در قرآن کریم چیزی آمده؟ اگر چیزی آمده خب این باعث میشه که ما به افکار و اقوال این افراد دچار شک و شبهه واقعا جدی بشیم و اقوالشون رو مورد زیر ذره‌بین قرار بدیم و زیر سوال ببریم. و آیا سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اینقدر غامض و گنگ هست که قرآن در موردش چیزی نگفته باشه؟ آیا ما نیاز نداریم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تبعیت بکنیم؟ آیا آیه‌ای در مورد تبعیت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وجود داره یا نداره؟ دوست داریم این سوالات رو از جناب دکتر بپرسیم و قبل از همه همینطور که عرض کردم جایگاه سنت رو ما ببینیم آیا در قرآن وجود داره یا وجود نداره، که این سوالات رو از جناب دکتر می‌پرسیم و جناب دکتر عرض سلام و خوش آمدگویی می‌کنیم. خیلی خوش آمدید و در خدمت شما هستیم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من هم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. در خصوص این مطلبی که مطرح شد، مسئله دفاع از سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم، بحث بسیار زیبا و قشنگی است. امیدوار هستم که بتوانیم این مطلب را آنچنان که شایسته است بیان کنیم. و سوالی که پرسیدی، جایگاه سنت در قرآن، آیا چیزی در این زمینه وجود دارد؟ بله، یعنی مطالب بسیار زیاده در این زمینه، یعنی 100 آیه میرسد در این مورد که مشخص شود جایگاه سنت در قرآن چی هست. یعنی میتوانیم بیان کنیم بیشتر از 100 آیه در قرآن وجود دارد. یعنی تمام آیاتی که دستور میدهد که به الله ایمان بیاورید و به رسولش ایمان بیاورید، به الله از الله اطاعت کنید و از رسولش اطاعت کنید. و آیات دیگری که اکنون واضح‌تر هست بیان میکنم و تا واضح روشن شود در واقع. یعنی تمام اون آیات که گفتم اگر همه را جمع‌آوری کنیم و آیات پیروی نمودن از رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیاوریم و آیات دیگری مربوط به سنت را جمع کنیم، بیشتر از 100 آیه میشه در این زمینه. امام احمد میفرماید من به قرآن نگاه کردم، دیدم 33 بار خداوند متعال در قرآن بعد از این که گفته اطاعت از خدا کنی، فرموده اطاعت از رسول خدا هم بکنید. 33 بار فقط از این مورد. دیگه بحث ایمان آوردن به خدا و رسول کناری هم آمده. بعد مسائل دیگری که اکنون بیان میکنم، مثلا در اینجا پروردگار به کرات و مرات این آیه را بیان میکنه. یکی از این آیات که خیلی قشنگ و یعنی مناسب هست، چون آیات زیادن، چند آیاتی هست، من این یکی را میتونم استدلال کنم. آیه سوره آل عمران وجود دارد، میفرماید لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يعني این آیه 164 در سوره آل عمران و همچنین ابتدای سوره جمعه همین آیه مطرح است و در سوره بقره دوباره دیگر مطرح شده، ولی در اینجا به نظرم مناسب است. یعنی پروردگار به عنوان یک منتی بر اهل ایمان بیان میکند که پروردگار بر اهل ایمان منت گذاشته. این چه منتی گذاشته؟ همین که در میان آنان رسولی فرستاده برایشون از خود آنان است. یعنی کسی نیست غریب باشد و ناشناخته باشد و کسی او را نشناسد. چیکار میکند؟ یتلو علیهم آیاته، در ابتدا آیات پروردگار را به آنان تلاوت میکند. و یزکیهم، آنان را تزکیه میکند، یعنی
خصال بد آنان را از بین میبرد و خصال پسندیده جایگزین آن میکند. کفر را نابود میکند، ایمان را به جای آن میگذارد. شرک را نابود میکند، توحید را به جایش میگذارد. تمام صفات ناپسند را نابود میکند، در رأس آنان کفر و شرک است و خصال پسندیده به جایش میگذارد. مثلا کفر نعمت را نابود میکند، شکر را به جایش میگذارد. و مطالب این صورت تا یکی یکی بیایید رذائل و فضائل را کنار هم قرار بدهیم، این کارا میکنند. و یعلمهم الکتاب والحکمت، و رسول خدا یعنی همین رسول کتاب را به آنان یاد میدهد و حکمت را. حالا بحث اینجاست، دو چیز را به آنان یاد میدهد، یکی کتاب، یکی حکمت. کتاب یعنی قرآن. بله. حالا باید ما از این افرادی که سنت را انکار میکنن سوال کنیم خیلی خوب حکمت چیست؟ در اینجا خدا فرموده کتاب و حکمت، باید مشخص شود که حکمت چیست. پس حکمت همون سنت خود رسول خداست صلی الله علیه و سلم. هر چی هست غیر از قرآن، غیر از قرآن، چیز دیگری غیر از قرآن، چون در اینجا عطف شده و عطف هم دلیل بر مغایرت دارد. یعنی اون دومی غیر از اولی است. دومی غیر از اولی است. در اینجا این آیه، حالا بحث میکنیم بحث این حکمت که مراد چیز، یعنی یکی از مطلب همین است. حالا اون آیات دیگری که در این زمینه وجود دارد ما فعلا با آن اشاره نمی کنیم. آیات دیگری که خیلی جایگاه سنت را واضح تر بیان می کند در مورد این حکمت اشاره دقیق تری دارد. دقت کن. حالا این حکمت اینجا یک سوالی درست کرد. سوال درست کرد که حکمت چی هست؟ آفرین، بسیار زیباست. میفرماید واذکروا، دوباره، نعمت الله علیکم وما انزل علیکم من الكتاب والحکمت یعظکم به. دقت کنید روی این نکته. میفرماید نعمت پروردگار را باید آورید، همون نعمتی که پروردگار به شما داده. و ما بکم من نعمت فمن الله، هر چی از دارید از الله است و بزرگترین نعمت همون پیامبر است علیه السلام، همون که بیان کردیم لقد من الله، همون آیه قبلی. بعدا میفرماید و ما انزل علیکم من الكتاب والحکمه، پس دوباره میفرماید نعمت خدا را به یاد بیاورید هنگامی که در مورد این که بر شما کتاب نازل نموده و حکمت نازل نموده. کتاب و حکمت را نازل نموده. نکته خیلی مهمه، یعنی همون نزولی که برای قرآن به کار رفته دقیقا همون رو برای سنت، برای حکمت به کار برده. خیلی خوب، با این حکمت و کتاب و حکمت چیکار میکند؟ یعظکم به، شما را پند میدهد، اندرز میدهد. پس همچنان که به قرآن شما را اندرز میدهد و پند میدهد، به حکمت هم شما را اندرز و پند میدهد. درست. این هم نکته دیگری، یعنی دقیقاً همون چیزی که برای سنت به کار رفته برای قرآن برای سنت هم به کار رفته. پس یعنی حکمت هم از جانب الله نازل شده. همون آیه‌ای که در ابتدا شما تلاوت نمودی به واضح‌تر و روشن‌تر این قضیه را، یعنی این آیه دیگر را تفسیر می‌کند. و ما ينطق عن الهوى این هو الا وحی یوحى، یعنی او رسول الله علیه السلام از روی هوا و هوس چیزی نمیگوید، بلکه این هو، این برای نفی است، یعنی ما هو الا وحی یوحى، چیزی نیست جز وحی که به او وحی می شود و به سوی او فرستاده می شود. پس اگر در اقوال خودش، گفتار خودش، کردار خودش چیزی را به عنوان تشریع برای ما بیان می کند، همون از جانب الله است. پس یعنی سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مثل قرآن کریم برایشون نازل شده. آفرین، مطلب رو گرفتی. یعنی از جانب الله تعالی این به فرشته وحی گفته شده یا به قلب پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شده که این رو مردم بگو.
بله اصلا میتونم یک مثال همین جبریه رو قبل از اینکه حرکت کنم. یه روزی یک شخصی آمد پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مورد جهاد سخن گفت. رسول الله فرمود هر کس در راه خدا جهاد کند تمام گناهانش بخشیده می شود. به صورت مطلق فرمود همش بخشیده می شود. گفت همش؟ گفت همش. بعد از مدتی گفت الا الدین، فرمود جز قرض. بدیهی. گفت الان جبریل به من گفت، همین الان جبریل آمد و گفت بگو دین را مستثنا کنی. دین یعنی چی؟ قرض را مستثنا کنی. یعنی چی قرض؟ یعنی حق الناس را مستثنا کنی. اگر کسی در راه خدا جان و مالش هم بدهد اما حق الناس بر گردن او باشد بخشیده نمی شود مگر اینکه اون حق باید از او گرفته شود. در نتیجه در اینجا صریح فرمود الان جبریل اومد گفت همین الان بیام گفت قرض را مستثنا کن الا الدین. تمام. پس در اینجا واضح و روشن است اینکه پروردگار میفرماید و ما انزل علیکم من الکتاب والحکمة. حالا ما میایم بیشتر مطلب را از اقوال علما و اولین کسی که دفاع از سنت کرده امام شافعی از قول اونم بیان میکنیم. البته این آیه دیگری را بیان کنم. این آیه سوره بقره بود، آیه 231. در سوره نساء آیه 113 هم آیه شبیه میفرماید و انزل الله علیک الکتاب والحکمة. الله بر تو کتاب و حکمت نازل نموده، کتاب و حکمت. و علمک ما لم تکن تعلم، و چیزی را به تو یاد داده که نمیدانستی. یعنی این سنت هم اون که قبلا نمیدونست، قبل از اینکه چیزی به او وحی شود نمیدونست. هرگاه چیزی وحی وجود نداشته مشورت کرده، اگر وحی برایش نیومده مشورت کرده. در غیر هرگاه وقتی که مطلبی را بیان میکنه اون وحی برایش اومده. حالا یا اون وحی به صورت قرآن اومده لفظش و معنی از جانب الله است، یا به صورت سنت که لفظ از جانب خودش است و معنی از جانب الله. بعد میفرماید وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. پس فضل پروردگار بر تو بزرگ است، بسیار بزرگ است. حالا ما خود عظیم یعنی عظیم، تنوینی هم که بر روی اون قرار گرفته از نظر بلاغی اون هم یعنی برای تفخیم است، یعنی بسیار بزرگ است. خیلی خوب. این آیه سوره نساء. یا آیه دیگه در سوره احزاب میفرماید واذکرن، پروردگار خطاب به همسران پیامبر علیه الصلاة والسلام و رضی الله عنهن امهات المؤمنین میفرماید واذکرن ای امهات المؤمنین بیاد بیاورید ما یتلی فی بیوتکن من آیات الله والحکمة، بیاد بیاورید اون چیزی که در خانه های شما تلاوت می شود از آیات الله و از حکمت. خیلی خوب. در داخل خانه عایشه ام المؤمنین چه چیزی وجود داره؟ یا کتاب الله یا گفتار رسول الله. غیر از اون چیزی وجود داره؟ در خونه امهات المؤمنین چه چیزی وجود داره جز آیات، اینجا گفته آیات پروردگار و حکمت. حالا این نکته بسیار زیباست. ان الله کان لطیفا خبیرا. الله لطیف است یعنی ریز بین است و خبیر است. باز هم خبیر یعنی خیلی آگاه و اون هم دقیق و ریز بین. یعنی البته اون لطیف یعنی با لطافت و بسیار ریز کارهایش انجام میدهد، خیلی لطیف و نازک. خود لطافت یعنی نازکی و خیلی لطیف یعنی چی؟ یعنی کارهایی انجام میدهد از مهربانی، از رحم به بندگانش، از کرم که خیلی ریز و لطیف است. و خبیر هم یعنی خیلی دقیق و ریزبین است. در نتیجه الله متعال در این آیات به صورت واضح و روشن بیان نموده. این 3 آیه در قرآن واضح روشن کرده، حکمت را بیان کرده. بعدا امام شافعی میفرماید
این در کتاب الرساله امام شافعی و در کتاب احکام القرآن امام شافعی میفرماید، دقت کنید از کلام امام شافعی، میفرماید فذكر الله الكتاب وهو القرآن. الله کتاب را بیان نموده که قرآن است. این دیگه شکی در آن نیست. امام شافعی در کتاب الرساله جلد 1 صفحه 73 میفرماید و ذکر الحکمت، حکمت را بیان نموده. دقت کنید از امام شافعی، از ادب امام شافعی دیگه خودش صریح نمیآید بگوید حکمت یعنی چی. میفرماید فسمعت من ارضى من اهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله صلی الله علیه و سلم. میفرماید من شنیدم از چه کسی؟ از کسی که من ازش راضی هستم، از اهل علم به قرآن، یعنی از اون افرادی که من دیگه به آن اطمینان دارم، اعتماد دارم، متخصص هست در اون زمینه، ازش شنیدم که فرمودن حکمت یعنی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اون هم میفرماید امام شافعی و هذا یشبه ما قال والله اعلم. دقت کنید میگه دقیقاً همون میرساند، یعنی اون مطلبی که گفته همون است، ولی الله بهتر میدونه. نگاه کن از تواضع امام شافعی، یعنی مطلب به این روشنی باز هم میفرماید والله اعلم، حقیقت الله میدوند. ولی اهل علم و تخصص با قرآن همینو میگویند، یعنی اهل تفسیر میگویند یعنی سنت، و منم همینو نظرم بر همین است. اما الله عالم تر است. حالا نکته باز هم بیان میکنه، نکات خیلی قشنگتری نسبت به این. وقت داریم یا نه؟ بله 5 دقیقه وقت داریم. 5 دقیقه برای میان برنامه. خیلی خوب. بعدا میفرماید امام شافعی داره استدلال میگه چرا این قول که من شنیدم قول بسیار دقیق و واضحی است ولی خدا بهتر میدونه. میگه چرا؟ میگه و ذلك انها مقرونه مع کتاب الله. میگه چون حکمت با کتاب خدا با هم اومدن. درست. اول گفته کتاب، بعدا گفته حکمت. این دو تا با هم اومدن. و ان الله افترض طاعت رسوله. و پروردگار اطاعت از رسولش را فرض نموده. دقت کن از این کلمه. و حتم علی الناس اتباع امره. و بر مردم واجب نموده، قطعی، به صورت قطعی از مردم خواسته که از امر او تبعیت کنند. همین آیه که خوندی فلیحذر الذین یخالفون عن امره، اون کسانی که از امر او نافرمانی میکنند بترسند که دچار فتنه شوند در دنیا و در آخرت دچار عذاب علیم شوند. بعدا میفرماید فلا یجوز، دقت کنید چقدر قاطعانه میگوید، بعدا استدلال میکنه، فلا یجوز ان یقال لقول فرض الا لكتاب الله ثم سنة رسوله. میگه امکان ندارد، اصلا جایز نیست به قول هیچ کسی بگویید فرض است مگر برای کتاب خدا چنین چیزی و برای سنت رسول خدا. این نکته خیلی آب میبرد. با قول کردی میگویند آب میکشد، یعنی آب زیادی میخورد. مثلا میگه آقا این برنج 2 برابر آب میخورد، نه اون یکی دیگر 5 برابر آب میخورد مثلا. یا مثلا میگه این حرف خیلی آب میبرد. یعنی چی؟ یعنی خیلی در زیر این چیزهای بسیار زیادی نهفته است. اون میگوید دقت کن نظر این نفس فلا يجوز ان يقال لقول فرض، جایز نیست به هیچ قولی گفته شود فرض است ازش پیروی کنید. فرض دیگه، فرض مثل نماز، مثل روزه، اینا فرض هستند. نمیشه به چیزی گفت فرض مگر کتاب الله سپس سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. پس امام شافعی به این صورت استدلال میکند، باز هم ادامه میدهد. فرصت هست؟ ادامه میدهد، میفرماید پس
این مطلب با توجه به این دلیل اول گفت خیلی مطلب نزدیک از به واقع، یعنی اون چیزی که علما گفتن حکمت یعنی سنت واقعا خیلی درسته، یعنی به این مطلب نزدیک این قول. بعد میفهمد و به خاطر چی نمیشه جز کتاب خدا و جز سنت فرض نمیشه، یعنی قول هیچ کسی دیگه این فرض نیست. کسی مثلا میگوید شما فرض است قول فلانی تبعیت کنید، نه، قول هیچ کسی فرض نیست جز قول رسول خدا صلی الله علیه وسلم، جز کلام خدا و سنت رسول الله هیچ کسی دیگری قولش فرض نیست از او تبعیت کنید مگر به کتاب و سنت. مثلا خدا فرموده اتباع تبعیت از پدرت کنید از مادرت کنید، اونم به شرط ما باید قرآن و سنت هم قرار بدهیم در جایی که اونا مطابق قرآن و سنت دستور بدهند. اگر مخالف بود خیر، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اطاعت و پیروی نمودن از هیچ کسی جایز نیست چه نافرمانی خدا در آن باشد. هیچ مخلوقی جایز نیست از او پیروی کنید تبعیت کنید از حرفش اگر مخالفت سنت رسول در آن باشد، نمیشه. مخالفت کلام خدا در آن باشد، نمیشه. فرمود و این جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، اگر پدر و مادرت خواستن که شریک برای خدا قرار بدهید یعنی خلاف شرع عمل کنید، نه، از اونها اطاعت نکنید. اما وصاحبهما فی الدنیا معروفا، در دنیا در اموری که خلاف شرع نیست باید با آنان درست رفتار کنید، با پدر و مادر مشرک و کافر. الله متعال می‌فرماید و من اطاع الرسول فقد اطاع الله. یعنی پیروی از پیامبر صلی الله علیه و سلم همون پیروی از الله متعال. برای همینه که امام شافعی همینطوری می‌فرماید که فرض هست از الله و از رسولش تبعیت کنید، نه غیر اونها. همچین آیه همچین دلیلی برای اقوال هیچ کسی دیگری نداره. ببخشید جناب دکتر، ما اینجا یک میان برنامه کوتاه می‌بینیم خدمت شما برمیگردیم و رشته کلام از زنده داره. بعد از میان برنامه خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی بر خواهیم گشت و ادامه مطلب رو در خدمت جناب دکتر خواهیم بود. با ما باشید پس از دیدن یک برنامه کوتاه. سلام ای محمد که چشمه حیاتی، تو ساحل امیدی، تو کشتی نجاتی، چو باغ سبز ایمان پر از گل و سروری، پیام تو حقیقت، تو شهر علم و نوری. اللهم صل علی محمد و آل محمد حبیب الله. اللهم صل على محمد وآل محمد حبيب الله. غروب ظلم و جوری، بهار عدل و دادی، فروغ شبهای تار، نوید صبح شادی، تو گوهر یگانه ز گنج کردگاری، تو آخرین نشانه ز راه رستگاری. بر آسمان قلبم نشانده ام تا ابد ستاره درخشان، به یادت ای محمد بر آسمان قلبم نشانده ام تا ابد ستاره درخشان، به یادت ای محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد
الله. اللهم صل على محمد وآل محمد حبيب الله. اللهم صل على محمد وآل محمد حبيب الله. سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. در خدمت شما هستیم در برنامه جایگاه سنت و دفاع از سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. در مورد سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صحبت کردیم و جناب دکتر فرمودند که 100 آیت، بیشتر از 100 آیت قرآن کریم وجود داره که به ما دستور میده و امر میکنه که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دفاع بکنیم و از تبعیت بکنیم و از سنتش تبعیت بکنیم. آیات در این مورد بسیار زیاد هستند. جناب دکتر در موردشون صحبت کردن. مثلا الله متعال میفرماید لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه. در پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای شما یک نمونه بسیار بسیار زیبا هست، بسیار خوب هست. و نمونه خوب به این معنی است که شما باید ازش تبعیت بکنید. این یک الگوست و شما باید طبق همین راه و روش حرکت بکنید. از اقوال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، از کردارشون، از تقریراتشون و تمام چیزهایی که در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وجود داره. الله متعال می‌فرماید من یطیع الرسول فقد اطاع الله. این آیه رو قبلا هم خوندیم. یا می‌فرماید و ان تطیعوه تهتدوا. اگر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اطاعت بکنید هدایت می‌شوید. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. و بر پیامبر نیست جز اینکه به صورت آشکار سخن خودشون رو بیان بفرمایند. و فلیحذر الذین یخالفون عن امره. این آیه هم خوندیم. اینها نشون میده که جایگاه سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در قرآن کریم گم نشده، بلکه به وضوح و بسیار آشکار بیان شده و برای هیچ کسی جایز نیست که همچین ادعایی بکنه که قرآن برای ما کافی است و ما نیازی به سنت پیامبر نداریم و نیازی به احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نداریم. چرا؟ چون این در مخالفت صریح با آیات قرآن است. در هر جایی که جناب دکتر فرمودند، در هر جایی که الله متعال می‌فرماید کتاب و حکمت همون سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است، همونطور هم که امام شافعی فرمودند و جناب دکتر در مورد اقوال امام شافعی در این مورد قبل از میان برنامه برای ما مطالبی فرمودند و خدمت جناب دکتر برمیگردیم و بیشتر در مورد همین مطلب می‌خوایم بدونیم و اقوال امام شافعی در این مورد بیشتر در موردش توضیح بدیم. بسیار زیباست. امام شافعی مطالبش را باز ادامه می‌دهد در این زمینه، اینکه اومد بیان نمود اون آیات را آورد در مورد حکمت که حکمت هم همراه با قرآن آمده، با کتاب آمده و می‌فرماید یقینا کتاب غیر از حکمت است و حکمت غیر از کتاب است. و بعداً استدلال نمود که قول هیچ کسی فرض نیست جز تبعیت از قول هیچ کسی جز خدا
و رسول، جز کتاب خدا و سنت رسول الله. ماشاءالله. بعدا میفرماید یکی دیگر دلیل دیگری، پروردگار ایمان به پیامبر را همراه با ایمان به او آورده. یعنی هنگامی که میگوید آمنو بالله و رسوله، یعنی دقیقا بعد از ایمان به خودش ایمان به رسولش را دستور میدهد. بعدا میفرماید و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم مبینه عن الله معنى ما اراد، یعنی از جانب الله سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم تبیین مراد خدا می کند که خدا وقتی که فرمودن نماز بخوانید، خیلی خوب نماز چیست؟ منظور خدا چی بود از نماز؟ این ما نمیدونیم. تمام کره زمین جمع شوند نمیتوانند از خود قرآن نماز را بیرون بیاورند. درست. نماز اینجور. به همین خاطر اونایی که الان میگن ما قرآنی هستیم ظاهرا دیگه نماز نمیخونن. درست. اون نمازی که در سنت از نمیخونه، تمام دیگه نماز نمیخونه، تمام شد دوران. باید نمازی اختراع بکنه. آره دیگه باید خودش فقط نماز یه دعا، تمام. نماز بر لغت یعنی دعا. دعا میکنه، تمام شد دوران، مشکل حل شد. هیچ نیازی نیست دیگه وضو بگیرد. البته وضو گرفتن باید در قرآن وجود داره. وضوی میگیرد و دعایی میکند و تمام شد دوران. نهایتا نماز یعنی امام شافعی فرمود سنت رسول الله تبیین مراد خدا میکند، یعنی به دستور خدا سنت قرآن را تبیین میکند و روشن میکند که مراد چیست. پس وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما میفرماید صلوا کما رأیتمونی اصلی، همچنان که میبینی من نماز میخونم اینجوری نماز بخونید. من در روز جمعه خطبه جمعه این هفته مطلب را بیان کردم در مورد اولین بار که یک منبری را برای رسول الله ساختن صلی الله علیه و سلم. رسول الله چیکار کرد؟ رفت بالای منبر، 2 رکعت نماز خوند، روی پله منبر قرار گرفت، پله دوم نماز را نیت 2 رکعت نماز آورد. برای سجود از منبر پایین می اومد و سجده میکرد کنار منبر. بله، یعنی همون سمت منبر، ته منبرش، یعنی اینجا. بعدا دوباره برای رکعت بعدی بالا میرفت، یعنی رکوع را همون بالای منبر میبرد و برای سجود می اومد پایین، دوباره بلند میشد. بعدا فرمود برای من این نماز را برای شما ادا نمودم روی این منبر لتعلموا صلاتی، تا متوجه شوید که من چگونه نماز میخونم، تا شما همه ببینید از دور، چون منبر یک چیزی بود بالای منبر دیگه قرار گرفته بود و بلند بود، همه میتونستن مشاهدهش کنن. در نتیجه رسول الله خودش میداند که اگر او تبیین نکند کسی نمیداند نمازی بخوند. و میخوام فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی. ما بعد از کجا بودیم توی قرآن توی نماز تشهد وجود داره؟ اصلا بله، چند تا سجده بخونیم، چند تا رکعت باید بخونیم. خب حالا فاتحه را کجا بخونیم؟ ای مثلا فلان چه ذکری بخونیم؟ چه ذکری بخونیم در رکوع در سجود؟ اصلا رکوع و سجود چگونه انجام بدیم؟ روشش چگونه باید باشد؟ حالا یه سوال اینجا برای من درست میشه. خب این قرآنی هایی که شما فرمودید نماز نمیخونن، برای خودشون شروع میکنن به دعا کردن، آیا با این کارشون برخلاف قرآن و سنت و اجماع امت حرف نزدن؟ چرا؟ 100% خب این کفر نیست؟ شکی دران نیست، اینا کافر میشن با این کارشون. یعنی کسی که سنت رسول الله را انکار کند دیگه قرآن را انکار نموده. مگه سنت رسول الله چه کسی برای ما آورده؟ صحابه برای ما آوردن. صحابه نوشتن، نقل کردن، یا به صورت نوشته یا به صورت گفتاری برای تابعین نقل کردن، تابعین هم برای علمای تابعین نقل کردن و برای علمای حدیث نقل کردن. خیلی خوب، قرآن چگونه اومده؟ مگر همون صحابه نبودن قرآن را رساندن به تابعین و تابعین به اتباع تابعین و تابع اینجا رسیده؟ خیلی خوب، اگر سنت زیر سوال رفت، قرآن هم زیر سوال میره. یعنی این قرآنیون یک نوع دیگر از شیعه هستند. شیعه خیلی راحت گفتن آقا قرآن تحریف شده، صحابه که کافر هستند معاذ الله، اینجوری میگوین اونا ناقل قرآن هم هستن، قرآنشون غلط میشه. قرآن را قبول ندارن، صریح نوشتن قرآن تحریف شده، تمام شد درست. سنت هم که ندارن، یک حدیث ندارن. خیلی خوب، پس از کجا شروع کرد حدیث روافض؟ از جعفر صادق. خیلی خوب، جعفر صادقی مسکین کجا بوده؟ دقیقاً 80 هجری متولد شده،
148 هجری فوت کرده، یعنی 2 سال قبل از اینکه امام شافعی متولد بشه او فوت کرده، دقیقاً همزمان با امام ابو حنیفه. ابو حنیفه 80 متولد شده، 150 فوت کرده، این 148 2 سال قبل از ابو حنیفه فوت کرده. مثلا در این اصل ابو حنیفه که خودش مثلا صحابه ندیده امام ابو حنیفه، امام جعفر الصادق همچنین، یعنی رسول الله که قطعا ندیده. خب چه صحابه رو دیدن؟ صحابه که قولش یه کافرن، چه فایده داره؟ واقعا دیدنشون فایده نداره. دیدنشون فایده نداره. حالا جعفر الصادق میگه هرچی اون بلاش آوردن چند تا دروغگو شروع کردن به نسبت دادن قول به او. جعفر الصادق هم خیلی خوب، جعفر الصادق این یک انسان مثل بقیه انسان ها، اما اونا میگن نه، حالا یک چیز دیگه اختراع کردن، گفتن امامت است، امام من معصوم هستند، عصمت را اختراع کردن، گفتن دیگه ما چیکار کنیم بدون سنت؟ سنت پیامبر که نداریم، قرآن هم که نداریم. پس جعفر الصادق از جعفر الصادق میگیم چگونه قولش را اعتماد بکنیم، بگیم قولش درسته، اشتباهی ندارد؟ اینجا امام شافعی فرمود قول هیچ کسی فرض نیست اطاعتش، قول جعفر الصادق هم فرض نیست اطاعتش کنید. پس چیکار کردن؟ گفتن امام معصوم است، یعنی اونا فقط دنبال اختراع هستن. حالا چیکار کنیم؟ یعنی خب با این حساب چون جعفر صادق قدم پیامبر رو ندیده، از صحابه هم چیزی نگرفته، نباید بگیره، اصلا نگرفته و ندیده و نگرفته و نباید هم بگیره. و این علمش رو باید فقط از پدرش تا به علی بن ابی طالب برسه. بله. هیچ سندی موجود نداره که از اونها گرفته. این فقط صراحت میگه جعفر صادق گفته اینو بگید. خب اون جعفر صادق اینا رو از کجا آورده؟ باید بهش وحی شده باشه. دیگه اینجوری میشه. وقتی که اونا گفتن معصوم هست و از چی میکنن، دیگه اینم میشه وحی. یعنی در واقع اعتقادی اونم میشه که چی؟ اینا پیامبران دیگری هستن. قطعاً. تمام امامان میشن پیامبر. خودشون میگن این امام‌ها از پیامبران بنی اسرائیل بهترن. بله. فضیلتشون بیشتره. خیلی خوب. پس این کسانی که سنت را انکار میکنن این مشکل برایشون پیش میاد. یعنی دقیقاً باید نیست شیعه کنن. همین راه باید بره. این دیگه نه قرآن دیگه باید قبول کنن، نه سنت هم تمام شده راه. کار مسلمانان راحت کنند و تا مسلمانان همه بدونن که کافر صریح هستند. درست. ولی ادعا میکنن نه پیرو قرآن هستیم و نه پیروی حداقل 100 آیه از قرآن که در مورد پیروی از رسول الله وجود دارد صلی الله علیه و سلم، اونا انکار میکنند و قبول ندارند. در نتیجه شما کجاش قبول دارید؟ خدا فرموده نماز بخونید، نماز نمیخونن. خدا فرموده زکات بدید، نمیدهند. زکات شاید بتونه به صورت عمومی چیزی ادا کنه، ولی نصابش چقدر باید باشد و مقدارش چقدر باشه بلد نیستن. چه چیزی زکات داره، چه چیزی نداره، اینم نمیتونن اثبات کنن. بعدن حجی که بلد نیستن درست انجام بدن و پیامبرم فرمود خذوا عنی مناسککم. چگونه رسول الله حج را ادا کرد؟ روی شترش سوار شده بود، بر بالای شترش سوار شده، بر پشت شترش و تمام مناسک حج را بر پشت شتر انجام داده. بعدن فرمود خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، از من مناسک حج را از من بگیرید، نگاه کنید که من انجام میدم، چون شما نمیتونید از قرآن بیرون بیارید. منم که خدا به من گفته که چگونه باید حج ادا کنم. تمام شما حج و نماز و روزش از طرف وحی بوده. 100%. تمام این چیزها وحی هستند. نمیشه که از طرف خودش چیزی اختراع کنه. هیچی نگفته از طرف خودش. در نتیجه امام شافعی خیلی زیبا و قشنگ فرموده. میگه سنت رسول الله تبیین میکنه مراد خدا را معین تبیین میکنه برای ما. خدا وقتی که فرموده نماز بخون برای ما تبیین کرده با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. حج ادا کنید تبیین کرده با سنت. درست. بعداً دلیل على خاصه و عامه و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم دلیل است برای خاص قرآن و عام قرآن. یعنی چی؟ یعنی مشخص میکند اگر آیه خاص باشد ممکنه این احادیث تبیینش کنه، تعلیمش بدهد، یا اگر عام باشد تخصیصش میکند به همین صورت. ثم قرن الحکمت بها بکتابه. پروردگار حکمت را برابر کرده با کتاب خودش. امام شافعی میفرماید فاتبعها ایاه، دقیقاً حکمت را بعد از کتاب آورده، به دنبال کتاب آورده. ولم یجعل هذا لاحد من خلقه. پروردگار چنین کاری برای هیچ کدام از مخلوقات و آفریده‌های خود انجام نداده غیر رسوله، بجز برای رسولش. یعنی اینو حتی برای دیگر انبیاء نگفته. این حکمت برای دیگران نگفته. در نتیجه نکته خیلی قشنگ میفرماید امام شافعی.
بعدا میفرماید باب، یعنی امام شافعی در کتاب الرساله این باب را باز میکنه. فرض الله طاعة رسول الله یا فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكورة وحدها. میگه پروردگار گاهی فرض نموده اطاعت از رسول خدا همراه با اطاعت خدا و گاهی بدون اینکه اطاعت از خدا را بیان کند به صورت تنها فرموده اطاعت از رسول خدا کنید. به دو گونه وجود داره در قرآن. این نکات خیلی قشنگه و هر دو خیلی خیلی مهم هستند. همین که اطاعت شما کنار اطاعت از الله متعال باشه که این خیلی فضیلت بسیار بزرگی است. که الله متعال به تنهایی شما رو بگه. بله. از شما باید تبعیت بشه. واقعا این فضیلت بسیار بزرگی و خیلی قشنگه. اکرم احادیثش هست. اینجاست که امام شافعی اولین کسی بوده که از سنت دفاع نموده. و سنت صریح و روشن در برابر کسانی که مخالف سنت عمل میکنند و حرف میزنند در کتاب الرساله خیلی قشنگه. در اون زمان مثلا معتزلی ها این کارو میکردن. بله. عقل رو بر نقل ترجیح میدادن و میگفتن ما عقل ما قبول نمیکنه که احادیث احادی رو قبول بکنیم. در مورد عقیده خدا اینجوری گفته، خدا این گونه است، فلان است. احادیث صفات الله متعال رو نفی میکردن به خاطر مسائل عقلی خودشون و احادیث رو با رد میکردن. درست واقعا. یک نکته اینجا وجود دارد. حالا کسی شاید بگوید چرا این میگه امام شافعی نگفته اطاعت خدا همراه با اطاعت رسول مثلا بیان نموده. در اینجا مثلا خداوند متعال در سوره النساء میفرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. نکته خیلی زیباست. اینجا فرموده اطیعوا الله، از الله اطاعت کنید به صورت مستقیم، و اطیعوا الرسول به صورت مستقیم از رسول الله اطاعت کنید، و اولی الامر، و اولی الامر نفرموده و اطیعوا اولی الامر. اطاعت از اولی الامر تنها در صورتی جایز است که اونا اطاعت خدا و رسول کنند و اطاعت از اونا اطاعت از خدا و رسول باشد. یعنی ما قبلا گفتیم لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق. هیچ مخلوقی اطاعت نمی شود در چیزی که نافرمانی الله باشد. حالا چه پدر و مادر باشد، چه حکام باشد، چه امرا باشد، چه علما باشد، هر کسی باشد. در نتیجه در اینجا برای اولی الامر نفرموده و اطیعوا اولی الامر. خیلی مهمه. این نکته خیلی نکته مهمی است. اطیعوا تکرار نشده برای اولی الامر، چون اولی الامر در صورتی از اونها اطاعت میکنید که مطابق خدا و رسول عمل کنند و گفتارشون مطابق خدا و رسول باشد. فإن تنازعتم، خیلی خوب، اگر تنازع داشتیم چیکار کنیم؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نگفت فردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر. فرمود فقط امر را به دو چیز برمیگردانیم، دو تا مصدر، یکی الله، یکی رسولش. الله که کتابش هست کسی نمیره پیش الله، الله ما به کتابش مراجعه میکنیم. رسول الله در حال حیات بله همه میرن پیشش، اما الان که نداریم ما به سنتش باید رجوع کنیم، دقیقا مثل کتاب الله. پس ما کتاب داریم و حکمت داریم، به کتاب الله مراجعه میکنیم و به حکمتش. حالا این راه اهل ایمان است. یا ایها الذین آمنوا، اول گفته یا ایها الذین آمنوا، دوباره تأکید کرده این کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. در ابتدا گفته ای کسانی که اهل ایمان هستید از الله اطاعت کنید، از رسولش اطاعت کنید، از رسول الله و از اولی الامر هم وقتی که از خدا و رسول اطاعت کنند. اون اولی الامر خودتون و اولی الامر منکم از خود شما باشند، یعنی مؤمن باشند، مسلمان باشند، نه یک کافر به تو حاکم باشند. فإن تنازعتم في شيء، اگر در چیزی نزاع داشتید فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. این بهتر است و فرجام بهتری دارد، یا بهترین چیزی که به آن رجوع کنید همین است. این دو معنی. احسن تأویلا یعنی بهترین چیز که به آن رجوع کنید همین است، یا این سرانجام و فرجام بسیار خوبی دارد این کار شما. اگر شما این کارو کنید بالاخره به سعادت دنیا و آخرت دست می‌یابید، از خدا و رسول اطاعت کنید. پس در اینجا به صورت خیلی واضح همچنان که امام شافعی فرمودند
بعدا بعض امام شافعی این آیه سوره نساء آیه 59 بود و دوباره امام شافعی آیه دیگری برای ما ذکر می‌کند در سوره احزاب آیه 36 می‌فرماید قال الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. خیلی واضح هست. جا حرفی برای گفتن نمیمونه. هیچی باقی نمیمونه. میفرماید هیچ مؤمنی، هیچ مرد مؤمنی و هیچ زن مؤمنی حق ندارد اگر الله و رسولش در مورد مسئله قضاوتی کردن، حکمی دادن، دستوری دادن در مورد چیزی، هیچ کدوم حق ندارد که خود را مختار بداند، یعنی احساس کند که دیگه میتواند یکی از اینا را انتخاب کند، میتوند انتخاب کند یا میتوند نکند، میتونم اطاعت بکنم میتونم اطاعت نکنم، نمیشه. فقط حق سمعنا و اطعنا، بس همین خدا. و من یعص الله و رسوله، هر کس نافرمانی الله کند در اون حکمی که اون اصحاب حکم میکنند و نافرمانی رسولش، حقیقتا ضل ضلالا مبینا، گمراه شده گمراهی آشکاری، یعنی دیگه آشکارا گمراه شده. پس در اینجا اون آقایی که میگه من قرآنی هستم اما پیروی از این آیه نمیکنه، دیگه چیکار کنه؟ قطعا گمراه میشه. این کسی است که پیروی از این آیه نمیکنه. این آیه فرموده باید پیروی از رسول الله کنید. خیلی خوب، رسول الله من چگونه پیرویش کنم؟ اگر قرار بر این بود که هیچ دیگه رسول الله هیچ حدیثی برای من نمیگفت، خیلی خوب این قرآن رو ببرید و تمام شد و رفت، کاری نداشتم، اومدم این قرآن رو شما بدم و برید دیگه حدیث و اینا تمام، کاری به حدیث نداشته باشید. خودتون بخونید صحابه این قرآن، هر چی گفته عمل کنید و تمام شد. عمل کنید دیگه، من کاری ندارم تو من هیچ تمام، من کاری ندارم به این قرآن. دیگه چه نیازی بود رسول الله دیگه بیاید 23 سال آن را تطبیق کند، یکی یکی آیه نازل شود و آن را اجرا کند و آن را تطبیق کند و آن را در بیاناتش بیان کند و عملی کند. نیازی نبود به خاطر این با مردم بجنگه، صحابه کشته بشن، افراد دیگه رو بکشن. بله، چرا باید این همه گرفتاری پیش بیاد؟ خیلی قرآن رو رها می‌کرد و نازل می‌شد یک دفعه و میداد به دست مردم تمام بود. من حرفی ندارم. مثل تورات. من حرفی ندارم، تا مثل تورات میداد و تمام شد. بله. پس با این آیات امام شافعی که فرمود، هرچند در اینجا امام شافعی می‌فرماید در مورد اولی الامر میگه منظور امرای رسول الله هستند، یعنی اون امیرانی هستند که رسول الله تعیین می‌کند و خودش همراه آنان نیست. وقتی که خودش هست از خودش اطاعت می‌کنید، وقتی که خودش نبود و امیری از جانب او تعیین می‌شود از او اطاعت می‌کنید. جهات دیگر از اهل علم اینجا گفته قال بعض اهل العلم، بعضی دیگر از اهل علم میگویند حکام هستند و علما که دانشمندان اسلام هستند. وقتی که فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر چیزی ندونستی از اهل علم سوال میکنید. اهل علم اگر مطابق قرآن و سنت به تو دستور دادن و جواب دادن به آن عمل میکنید. اگر متوجه شدید که این چیز خلاف قرآن و سنت است، یه حق ندارید از آن پیروی کنید. درست. امام شافعی اینجا بیان فرمود، اینجا فرمود حق ندارید، هیچ کسی قولی هیچ کسی فرض نیست از آن تبعیت کنید. کسانی هستند که مردم را مجبور میکنن که حتما باید قول فلانی را عمل کنید حتی اگر مخالف سنت رسول الله باشد. این خیلی مصیبت بزرگیه، نمیشه چنین چیزی. بله، در نتیجه امام شافعی باز این مطلب را دکتر 3 دقیقه وقت داریم، اگر بتونید به صورت کوتاه اقوال امام شافعی رو خیلی نمیشه. همین نکته‌ای که ما عرض کردم در مورد و اولی الامر منکم، دقیقاً امام شافعی من نمیدونستم برای اینجا فرموده دقیق میفرماید امام شافعی میگه فامروا ان یطیعوا اولی الامر الذين امرهم رسول الله لا طاعة مطلقة بل طاعة مستثناة. خیلی قشنگ زیبا گفته، یعنی دستور داده که ما از اولی الامر اطاعت کنیم، اما اطاعت از اونها مطلق نیست بلکه مقید به قرآن و سنت است. در صورتی از آن اطاعت می شود
که بر اساس قرآن سنت رسول الله دستور دادن در هذا این صورت فيما لهم وعليهم فإن تنازعتم چون خدا فرمود فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إلى الله والرسول باید فقط آن را به الله و رسول رجوع دهید. در نتیجه این نزاع که در اینجا مطرح است همین است، یعنی انسان حق ندارد در غیر این اطاعت کند. اما ما گفتیم مثلا در این آخرین آیه که مطلب را خلاصه میکند میفرماید و من یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یعنی اون کسانی که میگن ما پیرو قرآن هستیم ولی اطاعت از رسول الله نمی کنند، مطمئن باشید راه ضالین و مغضوب علیهم گرفتند. چرا؟ چون فرموده اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، پروردگارا ما را به راه مستقیم هدایت کن، راه کسانی که بر آنان نعمت خود داده اید. اونا چه کسانی هستند؟ و من یطع الله والرسول، هر کسی از الله و رسولش اطاعت کند فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، آنان با کسانی هستند که الله بر آنان نعمت ارزانی داده. مانند چه کسانی؟ من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین، مانند پیامبران، صدیقان، شهدا و صالحین. صدیقان مانند ابوبکرها، شهدا مانند اونایی که در راه اسلام شهید میشوند. حالا صادقین نه دیگه، حتی عمر هم جزء صدیقین است، چون اونا جزء سابقین اولین از مهاجرین و انصار، اینا صدیقین هستند. اونایی که پایینتر از اینن چون شهید هم شدند و صدیق هم هستند، ولی افرادی هستند فقط شهید شدند، در حد صدق نیستند، به اون حد نرسیدند. و افرادی هستند که صالح هستند، حد اقل اگر شهید هم نشدند، اگر به مرتبه صدیقین نرسیدند، حد اقل صالح هستند. پس میفرماید اون کسانی که پیروی از قرآن نمی سنت نمی کنند، مطمئنا در همون آیه سوره فاتحه روشن کرده بر راه ضالین و مغضوب علیهم هستند. ضالین که نصارا هستند، مغضوب علیهم که یهود هستند، اونایی که خدا بر آنان خشم گرفته است، چون در این آیه کاملا روشن نموده. پس اطاعت از رسول الله، اطاعت از الله و رسول الله سبب می شود که انسان سعادت دنیا و آخرت را به دست بیاورد. ان شاء الله این مطلب را در بخشای بعدی بیشتر ان شاء الله توضیح می دهیم و آیات بیشتری و ادله بیشتری بر این قضیه بیان می کنیم ان شاء الله. و اینجا همه شما را به خداوند بزرگ و متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ابوبکر صدیق هم در همین مورد می‌فرماید وقتی که به خلافت رسید فرمود من هیچ کاری رو ترک نمی‌کنم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم انجام داده، حالا اگر شما راضی هستید من اینو خلیفه میشم. چون اگر کاری رو ترک بکنم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم انجام داده، میترسم که گمراه بشم. کوچکترین کاری رو اگر ترک بکنم میترسم که گمراه بشم. پس همه ما باید خیلی مواظب باشیم که از دستورات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سرپیچی نکنیم و همچین حرفی هرگز به زبان و به قلب ما خطور نکنه که بگیم سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم نمیشه به اون عمل کرد یا بهش نیاز نداریم و ما قرآن خدا را داریم، چون این سخن بسیار بسیار خطرناکی است و همونطور که دیدید قرآن کریم این حرف رو رد میکنه و اقوال علمای بزرگ اسلام و صحابه این رو هم رد کردن. بینندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه رسیدیم. شما رو به الله متعال می‌سپاریم. ما را از دعای خودتون بی‌نصیب نکنید. با ما باشید در این مجموعه برنامه و در هفته‌های آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.